جسد این دختر را در وقت جنازه با تابوتش آتش زدند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، این قصه از شبکه‌های اجتماعی گرفته شده است. نگاره صبح بر وقت برای بابایش چای و نان گرفته به سوی صحرا راه گرفت. در اطراف هیچ کس نیست. تیز تیز راه می‌رفت که ناگهان یک سگ افچرکه را دید که چشمانش سرخ و به سوی این نگاه میکرد. دید و در جایش ایستاد. سگ به این نگاه کرده خراس میکرد. نگاره از خیبت سگ گذشته نتونسته در جایش می ایستاد. سگ هم باشد از جایش نمی جنبید. نگاره باشد علاج کرده از سگ گذشتنی شد، اما سگ به او حمله کرده از پایش گزید. نگاره سمکه‌ای که در دست داشت سگ را زد و گذشته تیز راه گشته رفت. نزد بابایش رسیده سمکه دستش را به بابایش داد و خودش به قفا یعنی به خانه زود برگشت. وقتی در راه می آمد که باز از ترس سگ به گرد و اطرافش نگاه میکرد. سگ نمیتافت، راهش را دوام میداد که یک باره در جایش ایستاد. شخ شده ماند. چشمش به سگ رسید، به همان سگی که او را گزیده بود. او در قد راه مرده خواب بود. نگاره چقو نفس گرفت. آن وقت 16 ساله بود. به نهایت دختر زیبا و مناسبت ملت ترک بود. خانه آمد، جراحتش را با پرکس شست و به هیچ کس نگفت. به اعتباری کرد و روز تا روز تنهایی را میخواست. مادرش حال دختر را پی برده روزی از پی دخترش او را میپایید. نگاره چایی که در پیاله بود مثل سگ می نوشید. مادرش در را گشوده به خانه داخل شد. نگاره به مادرش بیرون برآیید گفته داد زد. مادرش به بیرون دوان برآمده شوهرش را فریاد کرد. واقعه شده را گفت. پدرش نگاه کرد که دید نگاره مثل سگ نفس کشیده سگ بر این آب می نوشید. پدر در را گشوده چه کار کرده ایستاده دختر جان؟ این چه کار است؟ گفته نزدش آمد. نگاره می گفت پدر جان، من شما را دوست می دارم. التماس نزدیک نشوید. دندان هایم خالیده است. می خواهم که کسی را گزم، لیکن شما را زیاد دوست می دارم. با خودم جواب گفته نمی توانم. نزدیک نشوید گفت. پدر از این حال دخترش خیلی غمگین شد. نگاره را به بیمارخانه برده آنالیز گرفتند که بیماری قتل سگ شده است. این درد دوایی نداشت. دخترش خیلی غمگین شد. نگاره روز تا روز مثل سگ رفتار کرده زبانش را بیرون میکرد. دکتران پدر و مادرش را فریاد کرده گفتند دیگر راه دوایی ندارد. تنها یک راه هست که بعد مردن خلاص می شود، یعنی که راه مردن را گفتند. پدر طاقت نکرده بیرون برآمد. مادرش به خاطر دیگر فرزندهایش راضی شد. مادرش بار آخر دخترش را دیدن خواست و دکتران اجازت دادند. مادر نزد دخترش آمده نشست و به دخترش آهسته الله می گفت. داد و فیغان کشید و گریان شد. نگاره دست و پایش بسته بود. می گفت مادر جان گریه نکنید، شما را دوست می دارم. و گفت که من تشنه ماندم. مادر کمی آب را به پخته تر کرد و نزد لبانش گذاشت. نگاره باشد چشمش را آهسته پوشید و الکی دنیا را ترک کرد. جسد نگاره را در آتش سوزاندند. پدرش ای واه ای فلک، برای پدر و مادر از این دیده غصه هست و به قسمت دخترش طاقت نکرده از بین چند روز گذشت. غم و درد و پرارمان
از پس دخترش روان شد، یعنی پدرش نیز وفات کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.